امن باشید و قابل اعتماد، که اگر روزی تمام جهان برای آدمی سیاه شد و امیدی اگر نبود، تنها قسمت سفید جهانش شما باشید. روزنه نور و امیدی شوید در بی نهایت تاریکیش. یادآور خوبی ها باشید، پیام آور قشنگ ترین ویژگی های وجود آدم ها. پناهگاه امن و آرامی باشید که آدم ها در سهمگین ترین و بیپناه ترین حالات روحیشان به امنیت حضور و آغوش شما پناه بیاورند و احساس رهایی و آرامش کنند.